ایران از عراق ضربه نمیخوره، از سوریه هم ضربه نمیخوره، آمریکا هم ضربه مهمی نمیخوره. کشور دیگری نمیتونه ایران را حذف کنه یا در هم و برهم کنه. فقط یک دونه خطر بسیار جدی وجود داره که ایران از طرف افغانستان ضربه مهلک را دریافت خواهد کرد. افغانستان به قول آقای رفسنجانی چیزی برای باخت نداره. 10-12 گروه مسلح آدمکشی اونجا هستن. کینه عجیب بین ایران و پشتونها وجود داره، کینه بسیار شدید. حالا به چه دلیل من نمیدونم. و بعد اونها کسانی هستن که از هوا نمیزنن، یک دو تا ساختمان از بین ببره، کارخانه را از بین ببره. اونا مثل مور و ملخ از کوه و صحرا سرازیر میشه. مطمئن باشید ببینید از کرمان تا ایران شهر و زاهدان و زابل و مثلا سراوان و قاش و امثال اینها، و بیاییم در سرخس خراسان جنوبی بیرجن که اونجا بندان است و طبسه اینا هستند. از اون بر بیاییم طرف مرز مشهد که سرخس است، رد شیم بریم تا تایبات که پشتونا هستند. از تایبات تا کرمان ببینید همین شرق، کل شرق ایران همین سنی ها و همین طالبان هم دیگه. خب این بسیار خطری جدیه. اگر جمهوری اسلامی این نفهمه و همچنان به طالبان مثلا پول بده و سفارت بده، معروفه که هر کس هر کاری کند برای خود کنه. از هیچ جای ایران را نمیتواند چنانه چه کنه، به قول معروف که خاک و خاکستر کنه.